به نام خدا. با سلام. در این قسمت از آموزش میخوایم با رنگ‌های داخل شکل و دور شکل آشنا بشیم. به همین منظور من یه دایره براتون اینجا ترسیم کنم. وقتی شما شکلی رو ترسیم میکنید به صورت پیش‌فرض یک رنگی داخل شکل قرار داره و یک رنگی دور شکل. به رنگ داخل شکل فیل کالر و به در واقع خط دور شکل استروک کالر گفته میشه که اگر جعبه ابزار رو دقت کنین به صورت پیش‌فرض فیل کالر به رنگ سفید و استروک کالر به رنگ سیاهه که به کمک علامتی که اینجا وجود داره میتونید این دوتا رنگ رو جابجا کنید، یا اینکه میتونید شما از آپشن بار هم کمک بگیرید. من اگر روی فیل کالر برم به مجموعه رنگ هایی که حالا به صورت پیش‌فرض در فیل کالر در اختیار من گذاشته میشه دسترسی پیدا میکنم و هر کدوم از این رنگ ها رو که دوست داشته باشم میتونم به عنوان رنگ در واقع زمینه شکلم تعیینش کنم. همینطور اگر روی استروک کالر برید میتونید هر کدوم از این موارد رو که خواستید براش انتخاب کنید. الان رنگ استروکش رو من به رنگ حالا سرمه‌ای در آوردم و روبروی در واقع استروک شما یک باکسی هست که شما میتونید ضخامت مورد نظر رو برای شکلتون تعیین کنید که حالا من یکم ضخامت رو بیشتر کردم تا رنگ خط دوره مشخص بشه. حالا رنگ داخل شکل رو شما میتونید تو حالتهای مختلفی تنظیم کنید. حالت اول میتونه به صورت نان باشه، یعنی وقتی که من نمیخوام شکلم هیچ رنگ خاصی رو به عنوان رنگ زمینه داشته باشه. اگر شما نان رو انتخاب کنین فقط خط دوره میمونه و به این شکل شما اگر جابجایی داشته باشید میتونید، من یه جابجایی کنم بیام روی کار، ببینید میتونید پشت کار رو ببینید به این شکل. خب حالا اگر من از اینا یک کپی هم داشته باشم بابت اینکه خط دورم اینجا بهتون نمایش بدم همزمان، خب شکل اولم رو انتخاب میکنم. این دفعه میام میگم استروکش نان باشه. ببینید الان دیگه استروک من خط دوره‌ای نداره و بی رنگ خواهد بود. مورد دوم رنگ هایی هستن که به عنوان رنگ های سالید ما اینا رو معرفی میکنیم. رنگ های سالید در واقع رنگ هایی هستن یک دست و یک رنگن، کد رنگ ها مشخصه. هر کدوم از رنگ ها رو که دوست داشته باشید میتونید به عنوان رنگ پیش زمینه انتخاب کنید و همینطور اگر برای خط دوره بخوایم میتونیم هر کدوم از این رنگ های سالید رو که دوست داشتیم براش انتخاب کنیم. مورد بعدی رنگ هایی هستن که با عنوان گرادیانت یا شیب رنگی ازشون یاد میشه. به این شکل هستش که یک طیف رنگی رو داره. حالا این طیف رنگی ممکنه از یک رنگ کم رنگ به پر رنگی برسه و یا اینکه چند رنگ متفاوت باشه که شما حالا در قسمت مربوط به آموزش گرادیانت ها با تنظیم گرادیانت و مشاهده گالری مربوط به در واقع کتابخانه رنگش آشنا میشید و میتونید انواع گرادیانت ها رو بسازید. برای فیل کالر هم میتونید این کار کنید و همینطور برای استروک. اگر استروک رو باز کنم میتونم گرادیانت رو انتخاب کنم که اگر حالا دقت کنید من کم شکل رو زوم کنم به این شکل رنگ استروک رو من به صورت گرادیانت انتخاب کردم. مورد بعدی ممکنه شما از پترن ها بخواین استفاده کنین و اگر من اینجا رو یکم درشت‌تر کنم ببینید میتونید از بافت ها یا پترن های مختلف به عنوان پشت زمینه استفاده کنید و همینطور برای خط دوره که این بافت ها و پترن ها میتونه توسط خود طراح طراحی بشه و مورد استفاده قرار بگیره.
علاوه بر این که شما از این دوتا قسمت بالا بهش دسترسی دارید، یعنی میتونید رنگ فیل کالر رو استروک رو تنظیم کنید، به کمک ابزارهای در واقع گرادیانت و سالید هم میتونید این تنظیمات رو داشته باشید. حالا اگر اینجا رو دقت کنید، وقتی من شکلی رو انتخاب میکنم ویژگیاش اینجا میفته، یعنی میگه فیل کالر من نارنجی، استروک نداره. یا بالعکس اگر روی این شکل برم میگه که فیل کالر نداره اما استروکش به این رنگه. حالا شما رو هر کدوم از این باکس ها که برید انتخابش کنید به عنوان اکتیو در میاد و میتونید یکی از این گزینه های پایین که رنگ سالید، گرادیانت و نان هست رو انتخاب کنید. الان من اگر گرادیانت رو بزنم میبینید که بلافاصله داخلش رنگ گرادیانت زده شد و میتونم نان رو بزنم دوباره شفاف و شیشه ایش کنم. ما در جلسات آتی در مورد پالت های مربوط به رنگ های سالید، پالت های مربوط به رنگ در واقع گرادیانت ها، پالت مربوط به پترن و همینطور پالت مربوط به کتابخانه رنگ هم آموزش داریم. اگر دوست داشتید میتونید اون آموزش ها رو هم مشاهده کنید.